عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان محترم به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب ما خوش اومدید. تو این قسمت اومدیم که بعد از اینکه خیلی بچه درخواست داده بودن میگن چرا اسپوفر فورتنایت رو میذاری اپکس و وارزان رو نمیذاری. خب من تو این قسمت اول از همه اومدم رایگان، کاملا رایگان هم یه اول ویدیو بگم اسپوفر یا همون تغییر مشخصات بر وارزون رو بذارم که خیلی پول میدن. حالا این دو نوع داره. خب که حالا من نوع اولش میگم، نوع دومش. نوع اولی که من خودم انجام میدم، قانونی انجام میدم و روی سیستم فقط پی سی، یعنی لپتاپ جواب نمیده. روی پی سی انجام میدم و با یه DLL خاصیه که حالا اسکرین شات های رضایت خریدم داخل کانال تلگرامم که از این گزینه است، میتونید بیاید ببینید که چجوریه. نوع دوم که الان میخوام بهتون توضیح بدم چیه خطا اومد. نوع دوم که میخوام بهتون توضیح بدم حالا داخل وی پی اس. من حالا اینو ببندم این صفحه رو که فقط همین باشه. اینا کنترل تی بزنم بزرگ شه بهتون کامل نشون میدم که چی به چی هست. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش پس من یه بار دیگه نکته ها رو بگم. نکته اول اینی که هزینه ایه. نکته دوم رایگانه. حالا فرق اولی با دومی چیه؟ ببینید اولی که توسط خودم انجام میشه DLL و چنج میدیم دو تا از قطعات کامپیوترتون رو و مادام اوکی میشه، یعنی واسه تا آخر عمرتون شما میتونید وارزون چی پلی بدید و آنیه، یعنی همون لحظه واسهتون چنج میشه. این روش رایگان نه، 7 روزه است، یعنی 7 روز بعد اکانت شادو بند بمونه، بعد از 7 روز دیگه میتونید پلی بدید. و اینکه حتما ما رو سابسکرایب کنید. این چیزای رایگان ما داخل تلگرام میذاریم. برای دریافت دانلود برنامه‌ش هم میتونید به داخل تلگراممون بیاید دانلود کنید. رمز فایلش هم داخل دسکریپشن ویدیو هست. حتما به اینستا و تلگراممون سر بزنید. اگه باندل وارزون هم خواستید ما فروشی داریم. بدون معطلی میریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها، نکته اول که همون فایل اولی بود که بهتون بگم که داخل وبسایت داخل تلگراممون میتونید بیاید رضایت خریدار رو ببینید. ببینید رضایت خرید، حتما هر جا که میخواید خرید کنید رضایت خریدارشون چک کنید. رضایت خریدارمون چک کنید. آیدی خریدار هم هست، میتونید بردید با اونا مستقیم صحبت کنید که این واسه روش اوله. واسه روش دوم که بچه‌ها یکم حالا توان اقتصادیشون پایینه میشن از این رایگان استفاده کنن. رایگان رو داخل تلگرام به صورت کاملا رایگان، دوبار میگم که بفهمید دیگه، گذاشتم میتونید وردارید. خب من وی پی اس رو وا میکنم. اول از همه پرمننت بند میشید دیگه، یعنی شما هر اکانتی که میسازید طبیعی پرمننت بند میشید. خب شما یه اکانت جدیدم بسازید دوباره برمیگردید چی سر خونه اول و پرمننت بند میشید. واسه این کار بعد یه لوگین بدید، یه پلی بدید. البته قبل بین این راه، بین ساخت اکانت و پلی دادن، این وسط حالا نذاشه خود وبسایت، بعد اسپوفر رو ران کنید. اسپوفر ران باشه و لوگین میدید و پلی میدید، شادو بند میشید. بعد از 7 روز 8 روز شادو بندتون برداشته میشه و بعدش دیگه کاملا از چی، از اون پرمننت بندی که میگن آزاد میشه، یعنی دیگه کلا دیگه پرمننت بند نمیشید. خب پس یه بار دیگه من نکته رو بهتون بگم. اسپوفر رو شما از داخل تلگرام دانلود میکنید. آدرسش هم گفتم به این، از این گزینه روی تلگرام بذارید دانلود میکنید. نوار ویدیو کجاست؟ خب اینجاست، بیارم اینو اینجا بذارم. دانلود میکنید. حالا اکانتتون اینجا بند میشه دیگه، یعنی شما هر اکانتی قبل از اینکه کلا دانلود کنید، کلا قبل از اینکه اصلا ویدیو رو دیده باشید، طبیعیه که شما هر اکانتی بسازید یه بار پلی بدید، یه بار پلی بدید بند میشید، یه بار پلی بدید بند میشید، یه اکانت جدید بسازید باز پلی بدید باز بند میشید، باز اکانت جدید باز پلی باز بند. این یه چیز کاملا طبیعیه، بخاطر اینکه چی، شما HWID بند شدید و شما بعد یا سه تا راه دارید کلا. یا اینکه اسپوفر رایگان بزنید، یا اینکه همون DLL بنده رو خریداری کنید، یا اینکه کلا قطعات سیستمتون رو چنج بدید که سومی اصلا به صرفه نیست مگه اینکه مغز خر خورده باشی. و اینکه دومی هم خیلی خوبه چون کامل دیگه آنبند میشه واسه مادامه، ولی اینایی که اسپوفرایی که هست ممکنه بعد آپدیت از کار بیفته. این اسپوفر هم آخرین ورژنش هست، یعنی داخل خود وبسایت رسمیش آخرین ورژنش رو نداده. من اینو از خود سازندش گرفتم. سازندش من نیستم، یه فرج روسیه، واسه همین من توی ایران نمایندگیشو یه جورایی گرفتم دیگه. و اینکه خب دوباره توضیح بدم، پرمننت بند میشید شما. میرید اسپوفر رو اینجا دانلود میکنید. این وسط حالا من نکته وا میکنم میگم دیگه. این وسط اسپوفر رو دانلود میکنید. اسپوفر هم یه فایلی به این صورته
خب داخل VPS اگه داخل VPS نیستید، اگه داخل VPS هستید میخواید تست کنید که ویروس نباشه، این فایله که اسمش هم نمیدونم من، باید دانلود بشه رو سیستمتون. من یه بار فایل رو نمیدونم چجوری بیارم، VCR نمیدونم تایم 140-1.dll، این DLL رو باید داشته باشید. معمولا تو همه اکانت ها توی همه سیستم ها هست، ولی روی سیستم روی VPS من نبود، مجبور شدم دانلودش کنم. خب بعد از این یه اکانت جدید میسازید داخل سایت بیلزارد. خب دقت کنید این واسه هم لپتاپ جواب میده هم سیستم، ولی DLL من فقط واسه سیستم جواب میده. اینجا لوگین میکنید و پلی میکنید. بین ساخت اکانت و پلی دادن اسپوفر رو ران میکنید. حالا ران کردن اسپوفر چجوری؟ اول از همه آنتی ویروس کامل خاموش، دوباره تکرار میکنم آنتی ویروس کامل خاموش، نوت 32 و فایرول همه خاموش. من حالا خاموشه. حالا این DLL هم دانلود میکنید. DLL هم من داخل فایل میذارم. DLL رو حتما با خودش داشته باشید. یعنی اگه میخواید اینو داخل دسکتاپ بذارید، اینم بعد داخل دسکتاپتون باشه. روی اینجا کلیک میکنید، رانو میزنید، یه اینتر میزنید. خب منتظر بمونید انجام بشه. خب می‌بینید الان یه خطایی داد. بازی باید ران باشه. خب همین خطا رو که داد دیگه شما میتونید بازیتون رو اجرا کنید. دقت کنید که واسه ویندوز 32 و 64 جفت جواب میده. هم واسه وارزونه، هم واسه نمیدونم فکر کنم 5 هم هست، نمیدونم. و واسه وارزون تست کردم جواب داد، هم تو VPS تست کردم. VPS من چون رم و گرافیکش بالاست میتونم هر گیمی رو بخوام بازی کنم داخل VPS هم، ولی خب پینگم انگار یکم لگ دارم. بعد از اینکه این برنامه واسهتون اجرا شد، خب این برنامه کامل اجرا شد واسهتون، بعد از اینکه این برنامه کاملا واسهتون اجرا شد، شما میاد چیکار میکنید؟ شما میاد این برنامه رو، حالا من یکم بزرگش کنم لامصب نمیاد این طرف. خب این برنامه که واسهتون اومد بالا، میاید میرید پلی بدید. پلی که دادید معمولا شادو بند میشید. این یه چیز کاملا طبیعیه. قبلا بند بودید الان شادو بند میشید. شادو بند که شدید بعد 7 8 روز کاملا اکانتتون آن بند میشه و سیستمتون کاملا آن بند میشه و این اسپوفر رو شما باید قبل بازی همیشه چی ران کنید. دقت کنید که اگه شادو بند عادی میشدید، حتما DLL من تهیه کنید برزید تو سیستمتون. احتیاط شرط عقله. خب فردا اگه سیستمتون بند شه، باز باید کل این مسیر رو برید، کلا این فایل یک چیز دردسرسازی. پس چی شد؟ این اسپوفر شد. اینو میتونید داخل تلگراممون دانلود کنید. بر اینم آموزش، این عکس هم میذارم واسهتون که گم نکنید. و اینکه اینو ببندم، همین فایل هم باید داشته باشید. این DLL و DLL حالا من میذارم داخل خود فایل. حالا این فایل از کجا دانلود کنید؟ واسه آخرین بار میگم داخل تلگراممون به صورت کاملا رایگان گذاشتم. پس حتما تلگراممون رو دنبال کنید، ما رو سابسکرایب کنید. توی تلگرام و یوتیوب و اینا ما رو دنبال کنید، اینستا ما رو دنبال کنید. بیشتر از این وقت ویدیو نمیگیرم. اگه سوالی داشتید دوست همون کامنت بذارید، انرژی مثبت بفرستید. تا ویدیو بعدی، روز خوش.